أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید باب تأکید وجوب الزکاة، یعنی باب در مسئله تأکید شدن واجب بودن زکات و همچنین در مسئله بیان کردن فضیلت زکات و آن مسئله هایی که تعلق دارند به زکات. این باب رو ما و شما درس گذشته شروع کردیم، چند حدیث اول این باب رو گرفتیم. امروز دوام اون حدیث ها رو خواهیم خواند. درس امروزمون از حدیثی 1208 کتاب ریاض الصالحین شروع می شود. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش در زیر حدیث 1208 می گوید و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابن عمر میگوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند امرت ان اقاتل الناس حتی یشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه امرت ان اقاتل الناس، یعنی امر شدم که با مردم بجنگم، حتی یشهد ان لا اله الا الله، تا زمانی که گواهی بدهند این که نیست معبودی بر حق بجز الله و ان محمدا رسول الله، و هر آینه محمد صلی الله علیه و سلم فرستاده الله است، پیغمبر الله است، و یقیم الصلاة، و برپا بدارند نماز را، و یؤتوا الزکات، و ادا بکنند زکات را. فاذا فعلوا ذلك، پس هنگامی که این کارها را انجام دادند، یعنی این کارها چی؟ یعنی گفتن لا اله الا الله، گفتن اشهد ان محمدا رسول الله، و گفتن و نماز خواندن و زکات دادن. فاذا فعلوا ذلك، هنگامی که میگه این کارها را انجام دادند، عصموا منی دماءهم، پس اونها میگه حفظ کرده است، محفوظ گرداندند از من خونهایشان را، یعنی دیگر خونهای اونها در امان است، خونهای اونها رزانده نمی شود. و اموالهم، و همچنین اونها نگاه داشتند مالهایشان را، دیگر مالهایشان گرفته نمی شود، الا بحق الاسلام، مگر با حق اسلام. اگر کدام جنایت را صادر شود که در اسلام پرداخت مال در مقابل آن جنایت باشد، پس به حق اسلام پرداخت مال می شود. و حسابهم علی الله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم میگه حساب اونها نزد الله سبحانه و تعالی هست. یعنی حسابهم علی الله، یعنی که ما به ظاهر حکم میکنیم. وقتی در ظاهر دیدیم اون انسان لا اله الا الله میگوید، در ظاهر دیدیم اون انسان نماز میخواند، در ظاهر دیدیم اون انسان شعارهای اسلام رو انجام میدهد، پس ما به ظاهری اون حکم میکنیم. اما باطن اونها اگر که منافق باشند، اگر که برای فریب نماز بخوانند، برای فریب خودشان مسلمان نمایش بدهند، حسابهم علی الله، حساب اونها نزد الله و بر الله تبارک و تعالی است. یعنی در روز قیامت جواب این نفاقشان را، جواب این را خواهند گفت. اما به ظاهر ما حکم میکنیم، به ظاهر اونها قطعی نمی جنگیم یا مالهایشان را نمیگیریم اگر در ظاهر اونها اسلام ایمان دیده شود. پس این بود حدیث 1208 کتاب ریاض الصالحین. در این حدیث بسیار فایده های خوب نهفته است و در زیر این حدیث وجود دارد. اولین فایده این حدیث امرت ان اقاتل الناس، پیغمبر میگوید که امر شدم که با مردم بجنگم. پس امر شدم معلوم شود که پیغمبر صلی الله علیه و سلم
از کسی دیگر امر را میگرفته است. یعنی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خودش از پیش خودش امر نمی کرده است. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به مثل دیگران امر را از دیگر جا می گرفته است، یعنی که بشر بوده است، انسان بوده است، نه بیرون از این، نه بالاتر از این، بلکه بشر و انسان بوده است پیغمبر صلی الله علیه وسلم که امر می گرفته است از جانب الله تبارک و تعالی. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم معلوم می شود که با این امرت ان اقاتل الناس، یعنی امر گرفته است، پس معلوم می شود پیغمبر غیب نمیدانست. پیغمبر صلی الله علیه وسلم آن چیزهایی که دلالت به غیبیت، یعنی که صفاتهای خاصی الله هست، اونها در توانایی و قدرت، یعنی رزق دادن و فرزند دادن و اینها یا شفا دادن، این وظیفه پیغمبر یا حق پیغمبر صلی الله علیه و سلم نمی باشد. از اینجا این حدیث این را ما میتونیم فایده بگیریم. اما فایده دیگری حدیث این است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم را الله امر کرد با مردم بجنگد تا زمانی را که مردم 4 چیز اقرار شوند. یک چیز نه، 4 چیز. اون 4 چیز چی است؟ یکم گفتن اشهد ان لا اله الا الله، دویم گفتن و اشهد ان محمدا عبده و رسوله، و سیوم خواندن نماز، چهارم دادن زکات. یعنی این 4 کار باید انجام بدهند. اگر یکی از این کارها انجام داده نمیشد پیغمبر با اونها می جنگید، زیرا که امر شده که بود که با مردم بجنگند تا اینکه مردم این 4 کار انجام بدهند. دقت دادید؟ پس این دویم فایده است که چی طوره که گفتن اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله گفتنش حتمی است، پس نماز هم حتمی بوده است، پس زکات هم حتمی بوده است. اگر نماز نمیخواندی، زکات نمیدادی، پیغمبر بر ضدت باید میجنگی تا اینکه تو نماز بخونی، تا اینکه تو زکاتت رو پرداخت بکنی. این دویم فایده از این حدیث. اگر که این فایده ها یا اگر که این چیزها را انجام که میدادند، پس پیغمبر دیگر در خون اونها، یعنی با اونها نمی جنگید، اونها را نمی کشت یا مالهای اونها را همچون غنیمت نمی گرفت. این حدیث متفق علیه می باشد. بعد از این حدیثی 1209 کتاب ریاض الصالحین، امام نووی رحمه الله در زیر 1209 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت لما توفی رسول الله صلی الله علیه و سلم، زمانی که وفات کرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یعنی که بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم، و کان ابوبکر رضی الله عنه، یعنی که زمان حضرت ابوبکر رضی الله عنه بود، یعنی زمان خلافت حضرت ابوبکر رضی الله عنه بود. و کفر من کفر من العربی، و مرتد شدن کسانی که مرتد شدن از عرب، یعنی بعضی از مسلمان های عرب مرتد شدند و از دین بازگشتن بعد از وفات پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فقال عمر رضی الله عنه كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. اکنون میگه که مرتد شدن بعضی از مسلمانان عرب زمان خلافت ابوبکر رضی الله عنه بود. حضرت ابوبکر رضی الله عنه خواست بر ضد اونها بجنگد، آمادگی جنگ دید تا اینکه بر اون کسانی که مرتد شده بودند با اونها بجنگد. فقال عمر، پس حضرت عمر رضی الله عنه گفت کیف تقاتل الناس، گفت تو چطور با این مردم می جنگی؟ قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت اگه است که امرت ان اقاتل الناس، امر شدم که با مردم بجنگم حتی یقولوا لا اله الا الله، تا اینکه لا اله الا الله بگوید،
تا ان همون زمان من با اینها بجنگم. فمن قالها، پس هر کسی که این لا اله الا الله رو گفت، فقد عصم منی ماله و نفسه الا بحقه، پس واقعا اون انسان حفظ کرده است از من، میگم مالش را و نفسش را، مگر با حق و حقوق اسلام، و حسابه علی الله، و حساب اون بر الله تبارک و تعالی هست. چطور گفتیم که اگر که در ظاهر اسلام آشکار کند، پس همچون یک مسلمان با اون معامله میکنیم و با اون نمی جنگیم و مالش را نمیگیریم. پس پیغمبر صلی الله علیه وسلم، پس حضرت عمر رضی الله عنه این حدیث را دلیل گرفت، گفت که پیغمبر میگوید که تا لا اله الا الله گفتن می جنگیم، وقتی لا اله الا الله گفتن دیگر نمی جنگیم. فقال ابو بکر، پس ابو بکر رضی الله عنه گفت والله لاقاتلن من فرق بین الصلاة و الزکات، گفت قسم به الله حتما من می جنگم هر کسی که فرق میگذارد بین نماز و زکات، هر کسی که فرق میگذارد بین نماز و زکات. حضرت ابوبکر گفت من با اون می جنگم. یعنی چی؟ این دلالت میکند که یعنی ترکننده نماز، چطور که در زمان صحابه اتفاق بود، اجماع بود که تارک الصلات کافر است. پس گفت که چی طوره که تارک الصلات کافر است باید با اون جنگید، همچنین تارک الزکات هم، کسی که زکات پرداخت نمی کند اون هم کافر است، باید با اون جنگید. پس دلیل این میشه توضیح بدیم اینجا که حدیث اولی که خوندیم از ابن عمر، اون حدیث چطوره که پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت که امر شدم که تا مردم 4 کار انجام دادن با اونها بجنگم. اما اون حدیث میگه حضرت عمر نشنیده بود. حضرت عمر فقط همین حدیث را شنید که هر کسی که لا اله الا الله بگد با اون جنگیده نمی شود. حضرت عمر میگه فقط همین حدیث را شنیدگی بود. اما اون حدیث شنیدگی نبود که پسرش عبدالله روایت کرده است که پیغمبر میگه من با مردم می جنگم تا زمانی که 4 چیز انجام بدن. یکم اشهد ان لا اله الا الله، دوم اشهد ان محمدن عبده و رسوله، سوم نماز خواندن، چهارم زکات دادن. با این 4 چیز اگر که یکش ترک کند با اونها جنگیده می شود. پس ابوبکر رضی الله عنه با اون حدیث عمل کرد که اون مردم مرتد شدگی ها انکار زکات که کردن، ابوبکر رضی الله عنه با اونها میخواست بجنگد. فقال ابوبکر والله لاقاتلن من فرق بین الصلاة و الزکات، گفت قسم به الله می جنگم با اونها، می جنگم با هر کسی که بین نماز و زکات فرق بگذارد. یعنی کسی که نماز نخوان با طبق اون حدیث ابن عمر باید با اون جنگیده شود. فإن الزکات حق المال، ابوبکر رضی الله عنه میگوید که زکات حق مال است که باید ادا کرده شود. اگر زکات داده نشود با اونها جنگیده می شود، با طبق همون حدیث ابن عمر رضی الله عنه. اما حضرت عمر رضی الله عنه مخالف برآمد، به خاطر اونه که از پیغمبر شنیده بود که هر کسی که لا اله الا الله بگوید با اونها جنگیده نمی شود. از این حساب بر رأی و فکر حضرت ابوبکر رضی الله عنه مخالفت کرد. پس حضرت ابوبکر میگه والله لو منعونی عقالا كانوا يؤدونه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم لقاتلتهم على منعی. حضرت ابوبکر گفت که قسم به الله اگر که باز دارن من را عقالا، از همون زانوبند، حتی از یک بندی که شترها بسته میشه، زانوهای شترها بسته میشه، که یک بگم نوخته یا که یک بندی که در سری مالها بود، اگر از انا همون بند باز دارن من را، همون بند را که کانو یؤدونه الی رسول الله بودن میدادن همچون زکات به پیغمبر صلی الله علیه وسلم، اگر انا همون بند گفت ندیهن لقاتلتهم علی منعی، حتما با اونها من میجنگم برای ندادن اون بند، برای بازداشتن اون بند. یعنی همون چیز زکات را که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم برای رسول الله میدادن، امروز گفت بعد از رسول الله باید برای خلیفه رسول الله، برای بیت المال مسلمان ها باید انا همون چیز داده شد. اگر حتی یک بندی برای رسول الله میداد حاضر ندیهد، با اونها گفت من می جنگم. قال عمر رضی الله عنه،
حضرت عمر رضی الله عنه میگوید فوالله ما هو الا ان رأیت الله قد شرح صدر ابی بکر للقتال. قسم به الله میگوید ما هو، فوالله قسم به الله، ما هو یعنی بلا فاصله زود الا ان رأیت الله، مگر اینکه فهمیدم من، یقین کردم من که الله تبارک و تعالی قد شرح صدر ابی بکر، واقعا کشادگی از دل ابوبکر رضی الله عنه را برای جنگیدن با کسی که مرتد شدن. فعرفت انه الحق، پس حضرت عمر رضی الله عنه میگوید که پس از اینجا درک کردم که ابوبکر رضی الله عنه حق است و راست است و درست میگوید، یعنی سخن ابوبکر حق است در این راه. پس میگم من درکش کردم. این حدیثی متفق علیه است. پس این حدیث دلالت میکند که ابوبکر رضی الله عنه اون حدیث ابن عمر شنیدگی بوده است که با منع زکات حضرت ابوبکر میخواست که با اونها بجنگد، اما حضرت عمر رضی الله عنه اون حدیث را نشنیده بوده است، فقط همین را شنیده بوده است که هر کسی که لا اله الا الله بگوید با اون جنگیده نمی شود. پس این دو حدیث درباره هر کسی که درباره حتمی بودن زکات، هر کسی که این کار زکات میکند کافر می شود و از دین خارج می شود، باید با اون جنگیده شود، با این کار کننده زکات. این دو حدیث به این دلالت میکند. این بود حدیثی 1209 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیثی 1210 کتاب ریاض الصالحین. و عن ابی ایوب رضی الله عنه، یعنی از ابو ایوب رضی الله عنه روایت است، ان رجلا قال للنبی صلی الله علیه و سلم، میگه مرد پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو گفتند اخبرنی بعمل یدخلنی الجنة، اخبرنی بعمل یدخلنی الجنة، گفت راهنمایی کن من را به کاری که اون کار من را سبب داخل شدن جنت میگردد، یعنی یک کار راهنمایی هم کن که عاقبت به جنت داخل شوم. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون مرد را گفت که تعبد الله، عبادت الله را بکن. اولین کار میخواهی داخل جنت شوی، عبادت الله هست. ولا تشرک به شیئا، و در بر الله چیزی را شریک نآور، شریک نیار. اگر میخواهی داخل جنت شوی پس از بدعت و از شرک دور باش. و تقیم الصلاة، و برپا دار نماز را بخون. و توت الزکات، و زکات را بده. و تصل الرحم، و حق خویشاوندی را ادا بکن. صله رحم داشته باش، حق خویشاوندی ادا کرده شود. پس این کارها را گفت انجام بده. یکم عبادت الله، دویم شریک نآوردن، سوم نماز خواندن، چهارم زکات دادن اگر مالت به نصاب رسیده باشد، پنجم حق خویشاوندی را ادا کردن. این کارها را انجام که دادی سبب می شود که داخل جنت می گردی. این حدیثی متفق علیه می باشد. این بود حدیث 1210 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1211 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله میگوید و عن ابی هریره رضی الله عنه ان اعرابیا اتى النبي صلی الله علیه و سلم فقال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که اعرابی یعنی بادیه نشین آمد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پس گفت، اون بادیه نشین گفت که یا رسول الله دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنه. اون بادیه نشین گفت ای رسول الله راهنمایی کن من را به کاری که هنگامی که انجام دادم اون کار را دخلت الجنه، داخل جنت می شوم. یعنی یک کاری را برای من بگو، یک کاری را برای من راهنمایی بکن من را که اون کار را من اگر انجام بدهم داخل جنت شوم. قال، پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون اعرابی را گفت که تعبد الله ولا تشرکوا به شیئا، یعنی عبادت الله را بکن و شریک در بر الله چیزی را نآور. و تقیم الصلاة،
و برپا بدار نماز را و برپا بدار ادا بکن نماز 5 وقته را و توت زکات المفروضه و ادا بکن و پرداخت بکن زکات فرضی را از مالت به نصاب که رسید زکات فرضیت را ادا بکن و تصوم رمضان و روزه ماه مبارک رمضان را ادا بکن. پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این حدیث بجای اون حدیث بالایی که گفت که حق خویشاوندی را ادا بکن، در اینجا گفت که ماه مبارک رمضان را روزه اش را ادا بکن. قال، اون اعرابی گفت والذی نفسی بیده، یعنی قسم به ذاتی که نفس من در دست اون هست، لا ازید علی هذا، یعنی گفت از همین گفته پیغمبر زیاد عمل انجام نمیدیم، یعنی همین عبادت الله را میکنم، در بر الله شریک نمی آرم و نماز من میخوانم، زکات من میدیم و ماه مبارک رمضان من روزه میگیرم. گفت همین را میکنم و بس، لا ازید علی هذا، گفت از این دست زیاد عمل نمیکنم. فلما ولا، پس زمانی که این اعرابی بازگشت، یعنی که رفت از نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، قال النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلینظر الى هذا، یعنی هر کسی که دوست می‌دارد نگاه کند به مردی از اهل جنت، فلینظر الى هذا، پس گفت نگاه کنن همین مرد را، همون مرد اعرابی را. ببین حتی همین مسئله های مهم شرعی که عبادتی الله هست و در بر الله شریک نآوردن، از شرک و بدعت و خرافات دور شدن، سبب میگشته است که انسان داخل جنت میشده است. که پیغمبر گفت که من سره، یعنی هر انسانی که خرسند میشود، هر انسانی که دوست میدارد، هر انسانی که میخواهد که ان ينظر الى رجل من اهل الجنه، که نگاه بکند به مردی از اهل جنت، فلینظر الى هذا، پس نگاه کند ان همین مرد را. این حدیث متفق علیه است. این بود حدیث 1211 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1212 کتاب ریاض الصالحین که امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 1212 کتاب ریاض الصالحینش میگوید و عن جریر ابن عبدالله رضی الله عنه قال، یعنی که از جریر ابن عبدالله رضی الله عنه روایت است که گفت بایعت النبی صلی الله علیه و سلم علی اقام الصلاة، میگه بیعت کردم با پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای برپا داشتن نماز، برای خواندن نماز. میگه با پیغمبر بیعت کردم، لفظ دادم و بیعت عهد و پیمان بستم با رسول الله که نماز میخوانم، برای نماز خواندن. و ایتای زکاتی، و همچنین میگه عهد و پیمان بستم، بیعت کردم با رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه برای دادن زکات، که زکات را میدهم. و نصح لکل مسلمین، و همچنین میگه بیعت کردم و عهد و پیمان بستم با پیغمبر برای خیرخواهی بر هر مسلمانی، که بر هر مسلمان خیرخواه میشوم، خیرخواه میباشم. پس میگه با رسول الله من بیعت کردم. ببینید این حدیث جریر ابن عبدالله همچنین دلالت میکند که برای دادن زکات، ادا کردن زکات. این حدیث متفق علیه است. درباره این حدیث شارحان در زیر این حدیث این جریر ابن عبدالله بجلی را بسیار قصه زیبا در زیرش میارد. بعد از این بیعتش میگه با رسول الله رفت، میگه یک اسب خرید. همین جریر ابن عبدالله البجلی رفت میگه یک اسب خرید. اون اسب را میگه مثلا به سوم امروزه بگیریم $200 خرید. اسب را $200 خرید آورد. وقتی به خانه اش آورد یا که می آورد دید یا کسانی گفتنش که این اسب ارزشش از $200 بالاتر است، مثلا $300 است یا $400 است. میگه که جریر ابن عبدالله گشت پیش صاحب اسب رفت، از همون کسی که اسب خریده بود، از فروش، نزد از فروش رفت و براش گفت که این اسب تو $400 ارزش داشته است، یعنی که با همون سومی. پس این دلاری که میگیم پس برای فهمیدن مثال آورده ایستادیم. مثلا ارزشش گفت که بالاتر از اونی که من خریدم از اون بوده است. پس میگه
زیادتر با $200 دیگه زیادی دادش که این اسب را نرخش بالاتر بوده است. برای چی این کار کرد؟ به خاطر اینکه بیعت کرده بود با پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خیرخواهی میکند برای هر مسلمان. این کار کرد. میگه باز آمد فهمید که اون از باز نرخش بالاتر بود، از $400 هم مثلا بازگشت. الحال میگه همون رو میگه با 4 برابر نرخ قیمت برای خودش خرید کرد. یعنی که بگم اگر $200 خریده باشد $800 صاحبی اون اسب داد. به خاطر این بیعتی کردگیش، برای خاطر این خیرخواهیش، به خاطر اونه که فهمید که این نرخ این اسب بالا هست. از هر کسی که میفهمید که نرخ این اسب بالا هست، به خاطر خیرخواهی که بیعتی که بسته بود میرفت سوم زیادی میداد که نه این اسب تو نرخش بالاتر است، ارزشش بالاتر است، گفته برای اون سوم پرداخت میکرد، زیرا که بیعت کرده بود با رسول الله صلی الله علیه و سلم. پس باید هر یک مسلمان این بیعت را، این عهد و پیمان را با رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشد که بخواندن نماز، دادن زکات اگر مالش به نصاب برسد و خیرخواهی برای هر مسلمان که باید خیرخواه باشیم. این حدیث متفق علیه است. این بود حدیث 1212 کتاب ریاض الصالحین. بعد از این حدیث 1213 کتاب ریاض الصالحین ان شاء الله درس امروزه را در همین جا به پایان میرسانیم و این حدیث 1213 کتاب ریاض الصالحین را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون. با همین درس امروزه را به پایان میرسانیم و تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.